من محمد یونس امرزی هستم و امروز میخوام یک موضوع بسیار ساده اما مهم را برای شما توضیح بدم. فرق بین قانون ملی و قانون بین المللی چیست و چرا هر شهروند باید آن را بداند؟ قانون ملی همان قانونی است که در داخل یک کشور تطبیق می شود. مثلا قوانین مدنی، جزا، خانواده یا حقوق مهاجرت در افغانستان. اما قانون بین المللی مقرراتی است که روابط دولت‌ها، حقوق بشر، پناهندگی و برخورد با مهاجران را تنظیم می کند. دانستن این دو برای ما افغان‌ها خیلی مهم است. چرا؟ چون بخش بزرگی از مردم ما با مهاجرت، مشکلات حقوقی، سفر، اسناد و حقوق بشر سر و کار دارند. اگر شما فرق این دو قانون را بدانید، بهتر می توانید از حقوق خود دفاع کنید و تصمیم درست بگیرید. در ویدیوهای بعدی هر کدام از این موضوعات را واضح، کوتاه و کاربردی برای شما توضیح می دهم. همراه